که من کسل شدم، بیمار شدم، یعنی که در صنف سه‌ای. بعد جسماناً نشانه ها در 14 سالگی من که صنف هفتم پیدا شد. دشواری در این بود که من با مکتبی که میخواستم نمیتونستم اونجا خونده، برای که نکردن قبول. سبب قبول نکردنشان ما باید حجت معیوبی داشته باشم که من چگونه معیوبی دارم. در مکتب مشکلی طرف معلم‌ها بود، مرا نمیفهمیدن، خفا میشدم همه وقت. یا که من میخواستم درس جواب بدم و یا درس مرا نمیپرسیدن، روز بها میموندن، من درجه گالچ کردم. ما دقیقه بها در کار نبود. ما را لیسه آوردن، دانشگاه را نشان دادن، گفتن که مثلا همه شرایط برای شخصان دارای معیوبیت در دانشگاه آموزگاری مهیا و ما اینجا اختصاص گرفتیم. اختصاص دوست داشتم، ولی گفتم پداگوگ نه که هیچ شرایط مایل نیست. اتایت پاندوس که من در پاندوس بشه در کار نیست. لیسنسو در پرابلم گپ هم درد میکنم میتونم. با مشکل معاشرت قطعی می هم کورسان بود. قطعی وابشه سلام نمیکردن. بعد ای طرفی معلمایی که سن سالشون رفتگن معلمان میگن که تو چی با میخونی؟ امی سوال مرا بسیار افتاده میکرد اول گیره میکردم. پیشو کافه ها میرم. مثلا من دارم خیلی جو خرسندم. نکی توقع رفتنم کم تا پرابلمه، برای که وقتی کدام کافه که من دوست می‌دارم موافق نیستن، یعنی که قدم پسته از کس کدام نیوداب نه آوردن. برای که من بیشتر وقت کافه که دوست می‌دارم قطعی یگان هم کورس یگان شناس میرم. مغازین نمیرم، میترسم گپ زدن نمیتونم. مثلا نمیتونم پسته ای چانس مای یا که خیلی برام قصد سوپرمارکت میرم جدا سوال نمیتونم. خودم میگیرم دکاسا میتونم بعد از دچ میتونم. رونالدو خوب رفتار میگه، هیچ نمیگن مرا. نکی مسافرا بشه مدنیت ندارم. امی خیلی دستا میکشن میگه بخیر، نمیگه کی واسه این نمیتونه. داشه رجوم نمیتونه گنجه را بخواب میغلطم، بسیار وقت میغلطم. بسیار نقشه دارم. امی اختصاص نقشه رو یاد بگیرم. میخوام امی ساحه خودم کار کنم. نکی چند جا مراجعت کردم جای کارم نگرفتن، خیلی جا گرفتن روش اینکلوز ده. ایشو یاد دادن، خیلی کودکا چه خیلی میکنن. اونجا ده یاد گرفتم. اونجا را بسیار دوست می‌دارم. محیطش، آدماش، مثلا کارگرای اونجا قطعا خوش رفتار میکنن. میخوام گفتن که مثلا امی چی قانونه که در امی کنستیتوسی هست که برای ما شخصا معیوبیت همینا را مثلا پایمال نکنن.